Sveta giroku sveta. Sveta giroku sveta. Assalomu alaykum do'stlar aziz, shab baxayr. Ro'zchidan raftaysizm. Amroy Bobur Langari ve Sherali Qaybogosh daqi bechora xovay. Befara maqsad az xanoy mo ya'ni ay cover family barodaro کهلن یک کس زن یک کس قبیدن در این یگان کاری بد یعنی زینا با همسایه با جورش با بچه خالش و همش چی گفتنیم الله این روزا دشمن یگان ما و شما را نشانه ده این روز خیلی روزی سخته این درد شخص میفهمه که الله نکنه و همون نفرایی که در این کار در سرشون آمدگی است چی گفتنیم دوستان من مراجعتم به اون شخصایی که زینا کردن یا زینا کرده بودن و یا نیست الله هدایتشون کنه این کارها را یعنی که یه پاوزش کنم یعنی که این کارها را تکرار نکنن مراجعت میون بر همین برادرایی که یعنی که خدا اکر نشونت یا زنش میقپن خواهرشان کهلنشون میقپن به امایو که خیلی ویدیو کردی برای دکازت فقط بعضی از این محلم دی ویدیو نکنی در جواب نمونی دکازت کردن میشه بعضی خواهرها برادرایی که این کارها را تشکیل میکنن یا میکنن اما خواهش میکنم به خاطر خدا به خاطر آبروی اسلام به خاطر مسلمان بودن و علل خصوص به خاطر نام وطن نام تاجیک بودن در اکران التماس نمونه التماس خواهش میکنم در یوتیوب نپرتوی ما را دیگه ملت ها تماشا میکنن پلوس این همزبانای خود افغانستان ایران تماشا میکنن بعد میگم که اینا فاحشه و بعد این زنکای تاجیک این هم خیلی پس میزنن بعد بعضی بلاگرها کنجق الله لعنتون کنه همین درد بالا را در سر شما بیاره که ناشگری هم 4 подписчик تو هم просмотр همه چیکار منه من نمیدونم چرا میپرتوی همین چیزا برای چی کهلنی فلانی قبیدن زنی فلان آیا خواهری طرف قپان خدا نشونت یا اگر به قپان یک کس بگیره در یوتیوب پرتویش خود اوج در گرد همسایه و خیش دور شرمنده شدگی اما بو بگیرن در یوتیوب پرتویش چی میشه سر تا در یک مسجد در یک معرکه در یک توی در یک میگم چی میگن واخری با برادرود هم نشینات چخیل دیگه میبرداری اگر کهلن تا قبیده باشن ینگه تا عمه تا دختر تا زن تا به همون خاطر من با نصیحت نیستیم محتاج نصیحتیم اما خواهش میکنم در یوتیوب نپردی بعد خواهرایی که همین کارا را میکنه شوهراتو با سببای زندگی وزمین میان 5 ماه و 6 ماه مشکلی میکنن فریفتاده و بچه‌ای که فند فریفتو میکنن ما میگیریم تو شوهر دیتا مقصد خانو شیرین میزنن زینو انم گودکایی که در پیش تونن 3 گودک داری 4 گودک داری زینا میکنی در محالتو چیکار کنی از خدا بترسی فکر همه کنی زندگی حلالتون جزیر نکنی یا نه بو شیرالی که یگان چی بخدم تیما سلام علیکم برای عزیز چخیل که جان گفت بخوش 100% بعضی ویدیوهای چخیل مو میپرتویم مثال چخیل خیلی گفتی بلوگرها مقصد ما اگر هوارم پرتویم به خواهش همو خچان میپرتویم برای خچان میگن که بگیری پرتوی دجی روشون محکم میکنه که مقصد که همون شخصیت رو نبینن برای چی به خاطر که همین کلان بسیار جسد در شبکه‌های اینترنتی بیرون شبکه‌ها بعضی دخترکای ما هم 6 ماه 7 ماه خیلی گفتید هم صبر نمیکنن بعد میبرن چی مو باترا مو گودک نمیدیم مو گودک کنیم زندگی ما پیش بریم همش دست پروردگار یکمش دیمش دولت عروس 8 ماه 9 ماه صبر که خداوند شما فرزند دو میتیاد صبر نمیدم بعضیش بعد قرنوز میرم خونه چشم بوده اون کسی گرد نشینی یا اگه خیلی سبحان الله 3 فرزند 4 فرزند داره چیکار میکنه مرده که بیچاره میاد اینجا برای فرزنده در طوری کرین در طوری کرند در طوری اینا دومای بلند کار میکنه که داخل فرزندام بیام روی کنم متاسفانه بعضی همین زنکای ای خدا بی خبر چیکار میکنن زینا با یک کس دیگه میکنن یک کیفی 1 مینوته بعد برادرایی که در خونه‌های مردم ادرای زینا میکنه خواهر یک زن یک کس مثال میگن بعضی همه مدرا در نظر دارن میگن عقل زن چی میگن کوتاه خودش کوتاه موج درست عقلش کوتاه یعنی که همون سوداگیشو استفاده نبره زنای مردم نکنید این وعده الله که زن یک کس دختر یک کس کردی منم دختر زن تا میکنه با اون خاطر التماس میکنم گرچند همین ویدیو را میبینید یگان خوجگی و بعضی همین سونوارو هم میبینیم چخیلی هم اول موندم بعد چیکار میکنن میگیرن در اینترنت میکنن انا زنی فلانه قبیدن باز یک شرمندگی که باز یک کلینی دیگه قبیدن همین چیزا نمونه خواهش میکنم به خاطر نام تاجیک به خاطر نام ملت پس نکردن الله خیرتون که مشکل تو آسان کنه پروردگار همه ما رو با راست هدایت کنه همه وقت سرجم باشه
ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. Ҳар ҷо гуфтам ба хотири худо будем.